خوش اخلاق نورانیت تو قبره، فشار قبر رو بر میداره، از صراط آدم رو زود عبور میده، پرونده انسان رو نورانی میکنه. خوش اخلاقی آدم رو بین مردم محبوب میکنه. آقا مردم پزشک خوش اخلاق، آخوند خوش اخلاق، معلم خوش اخلاق دوست دارن دیگه. شما خودتون دانشگاه میرید، مدرسه میرید، چقدر معلمای خوش اخلاق رو دوست دارید. پیغمبر جنازه یکی از اصحابش رو گذاشت تو قبر، معاذ. تازه فرشته هم شرکت کردن تو تاش جنازه. خود پیغمبر هم گذاشتش تو قبر. فرمود قبر بهش فشار داد. گفتن چرا؟ فرمود چون تو خونه بد اخلاق بود. ولی اگر یه وقت تو خونه با مادر با پدر تندی میکنی، صداتون رو بلند میکنی، حواستون باشه، بد اخلاقی رزقتون رو پایین میاره، برکت رو از شما میگیره. آخه یکی میگه آقا میشه با این گرانی و تورم و فلان. آدم گفتم ببین اگه همه چی فراهم باشه آدم خوش اخلاق باشه که هنر نیست. خوش اخلاق جایی آدم باید باشه که عوامل بد اخلاقی ایجاد میشه، آدمو عصبانی میکنن، یه چیزی به آدم میگن.